برای سردار مغنیان، سرودی بنده خداوند داوود که سخنان این سرود را به خداوند گفت در روزی که خداوند او را از پنجه همه دشمنانش و از دست شاول خلاص کرد و او گفت: تو را ای خداوند، ای قوت من دوست می دارم. خداوند صخره من است و قلعه من و رها کننده من. خدای من کوهپاره من است، به او پناه می برم. او سپر من است و شاخ نجات من و پناهگاه من. خداوند را ممدوح خواهم خواند و از دشمنانم نجات خواهم یافت. کمندهای ممات بر من پیچیده بود و سیلابهای مهلک مرا به هراس انداخته بود. عذابهای گور مرا احاطه کرده بود. دامهای ممات پیش راه مرا گرفته بود. در تنگی خود خداوند را خواندم و به خدای خود استغاثه بردم. آوازم را از قصر خود شنید و استغاثه‌ای که پیش او بردم به گوشش رسید. و زمین به زلزله و رعشه آمد و پایه های کوه بلرزید و بجنبید، زیرا که او در غضب شد. از دماغ او دود برآمد و از دهانش آتش عالمسوز، اخگرهای سوزان از او پیدا شد و آسمان را خمانیده نزول کرد و ابر سیاه زیر پایهای او بود و بر کروبی سوار شده پرید و بر بالهای باد پرواز کرد. تاریکی را پرده خود، خیمه گرداگرد خود بساخت که تاریکی آبها و ابرهای آسمان بود. از درخشانی پیش او ابرهایش می شتافتند با ژاله و اخگرهای آتش. و خداوند در آسمان گلدرا زد و حق تعالی آواز خود را بداد با ژاله و اخگرهای آتش. و تیرهای خود را فرستاده آنها را پراکنده نمود و برخا انداخته آنها را هراسان کرد و مجراهای آب نمودار شد و پایه های دنیا از عتاب تو ای خداوند، از وزش باد دماغ تو آشکار گردید. از افراز دست یاری دراز کرده مرا برگرفت، از آبهای بسیار مرا بیرون کشید. از دشمنی پرزورم و از بدخواهانم که از من تواناتر بودند مرا خلاص کرد. در روز مصیبتم بر من پیش دستی کردند، ولیکن خداوند متکای من بود و مرا به وسعت آباد برآورد، مرا رها کرد، زیرا که حسن توجه او بر من است.